افزایش چشمگیر میزان جوایز قهرمانان المپیک، ایران در صدر بالاترین پاداش‌ها. بعد از اعلام پاداش قهرمانان المپیک از سوی کمیته ملی المپیک، عزیزانی که کسب مدال طلای المپیک بکنن 10 میلیارد تومان، برای نقره 4 میلیارد تومان و برای برنز 2 میلیارد تومان. 50% بهترین رنگ مدال رو برای سرمربی‌ها و مربی‌ها در نظر گرفتیم. وزارت ورزش و جوانان هم پاداش دولت رو اعلام کرد. برای مدال طلا 8 میلیارد، نقره 4 میلیارد و برنز 2 میلیارد. حالا با این وجود در مجموع طلایی‌های المپیک پاریس 18 میلیارد تومان، نقره‌ها 8 میلیارد تومان و نفرات سوم المپیک 2024 4 میلیارد تومان پاداش نقدی میگیرند که در مجموع چیزی حدود 7 برابر پاداش المپیک قبلی نصیب قهرمانا میشه. تو بازی آسیایی که هر مدال آوری فردا این پول تو حسابش بود، این بهترین اتفاقه. همین افزایش چشمگیر و بی سابقه پاداش‌ها ضمن ایجاد انگیزه بین المپیان‌ها 10 میلیاردی که برای رشته طلا تخصص دادن فکر می‌کنم عدد خوبیه. هیچ وقت در این حد نبوده. ایران رو از حیث میزان پاداش‌ها در بین کشورهای حاضر در المپیک صدرنشین کرده. البته تاکنون 23 کشور مبلغ پاداش به قهرمانانشون رو اعلام کردند و کشورهایی مثل عربستان، چین تایپه و سنگاپور هنوز میزان پاداش اختصاص داده شده به قهرمانانشون رو اعلام نکردند. در کنار پاداش‌های دولت و کمیته ملی المپیک، فدراسیون کشتی هم پاداشی جداگونه برای قهرماناش در نظر گرفته. نفر اول المپیک 2024 5 میلیارد تومان وجه نقد و حقوق ماهیانه 100 میلیون تومان برای 1 سال دریافت میکنه. نفر دوم المپیک پاریس 1 میلیارد تومان وجه نقد و حقوق ماهیانه 30 میلیون تومانی برای 1 سال به حسابش واریز میشه و کشتیگیر نفر سوم المپیک فرانسه هم 500 میلیون تومان وجه نقد و حقوق ماهیانه 15 میلیون تومانی برای 1 سال نصیبش میشه. رویای هر ورزشکار طلای المپیک و مدال المپیک هستش و منم به همین موضوع فقط فکر می‌کنم بتونم رنگ مدالمو نسبت به المپیک قبلی بهتر کنم و دل هموطنان عزیزمو شاد کنم و پرچم جمهوری اسلامی رو اعتزاز در بیارم. رقابت‌های المپیک 2024 فرانسه از 5 تا 21 مرداد در پاریس برگزار میشه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.